سلام دوستان، وقتتون بخیر. امروز می‌خوایم دو تا سایت رو با هم بررسی کنیم، اتر اسکن و BSC اسکن، که اطلاعات خیلی جزئی و راجع به بلاکچین اتریوم و BNB بهمون قراره بدن. خب یه دونه سایت رو بررسی کنیم و یاد بگیریم، اون یکی سایت دیگه کاملا شبیه بهشه. ما الان سایت BSC و BSC اسکن رو با هم یه بررسی می‌کنیم تا حدودی که بتونه به دردمون بخوره، بتونیم ازش استفاده کنیم و بررسی می‌کنیم اطلاعاتش رو و میتونیم روی اتر اسکن هم طبق همون استفاده کنیم، یعنی ساختار به همون شکل. خب توی سایت BSC اسکن اگه توجه کنین، اولش یه سری اطلاعات داده راجع به BNB پرایس و قیمت BNB و آخرین بلاک که ماین شده و ارزم به حضورتون اکتیو ولیدیتور و BNB مارکت کپ و میبینین راجع به اطلاعات راجع به این اطلاعات بلاک هاست که آخرین بلاکی که تایید شده و آخرین تراکنش ها و به این شکل. اما چیزی که ما میخوایم ببینید توی این فیچرهایی که این بالا هست، حالا تاپ اکانته که یه سری از اطلاعات یه سری از کیف پولار میاره که ما بزنیم روش، آدرس هایی که در واقع از یک رتبه بندی کرده آدرس ها رو تا حالا میبینیم 400 پیجی رو. یه سری اطلاعات راجبش بهمون داده که مثلا آقا به این آدرس انقدر BNB داره، ارزم به حضورتون که با انقدر درصد، و میبینین که اطلاعات راجب آدرس هاست که خب شما میتونین آدرس نهنگار رو پیدا کنین، آدرس هایی که بیشترین BNB رو توشون دارن یا توکن هایی که بیشترین توکن هایی بر بستر BNB که بیشترین موجودی رو توش دارن و میتونین از این طریق ببینین که نهنگ های ارزم به حضورتون که اون کوین دارن چی کار میکنن. و ارزم به حضورتون که قسمت بعدی که حالا ما با این ترانزکشناش فعلا کار نداریم، قسمت بعدی که ببینیم بلاک هاست، اطلاعات راجع به بلاک هاست که میگه آقا اصطلاحاً حالا درست نیست ولی اصطلاحاً ماینرش کی بوده، چقدر ارزم به حضورتون که گس داشته این بلاک، گس لیمیتش چقدر بوده، ریواردش چقدر بوده و در نهایت فی کارمزد اون بلاک چقدر بوده. و این اطلاعات میزنین روش و روی هر کدوم بزنین دوباره یه سری اطلاعات جزئی‌تر میده، اما تا همین حد کافیه. مسئله بعدی که باید بدونیم میگه آقا به 20 توکن بار مارکت کپ، توکن هایی که بر بستر به BSC رو میاره و دوباره یه سری اطلاعات راجبشون بهمون میده، یعنی این اطلاعات رو برداشته دوباره کنار هم قرار داده که ما بتونیم یه جا ببینیمش، از قیمتش، درصد تغییرش، والیوم 24 ساعته، سیرکولیتینگ مارکت کپش و تعداد هولدراش، و چون این تعداد هولدرها خیلی مهمه. مثلا بیایم پایین‌تر توکن پیدا کنیم، مثلا توکن ترم بر بستر BNB روی BSC 131,108 نفر هولدر داره. ارزم به حضورتون که سیرکولیتینگ مارکت کپ 6 میلیارده و این اطلاعات رو مثلا والیوم 24 ساعتش 959 میلیونه. این اطلاعات رو با اون میده که خیلی ازش میتونین استفاده کنین. حالا این بالا میتونین که ترانزکشنی دارین، بلاکی دارین، توکنی رو میخواین سرچ کنین. مثلا ما توکن کیک رو سرچ میکنیم که آقا توکن پنکیک سوپ ویلد فارمینگ دکس مربوط به این حوزه است. خب حالا میاره براتون یه سری اطلاعات که توتال ساپلایش آقا چقدره، کیک سیرکولیتینگ ساپلایش چقدره، هولدراش تو همه بسترها چقدره و حالا اینکه کانترکت، آدرس کانترکت خود توکنه و اینکه ارزم به حضورتون میایم پایین‌تر. خب دوباره این تراکنش‌ها رو داده که آقا آخر تراکنش مثلا 1 ساعت پیش بوده و میایم تو بخش هولدرز، این هولدرها رو با این آدرس ها نشون میده که آقا چقدر دارن، والیومشون چقدره. ارزم به حضورتون که دوباره مرحله بعد دکس تریده که این مربوط به اون صرافی پنکیک سوپ میشه که آقا
کی چه توکنی رو جابجا کرده، چیکار کرده توی اون صرافی غیر متمرکز. حالا ما میام توی بخش ترانسفرز یه دونه از اینا رو میزنیم که دوباره ببینیم یه سری اطلاعات به ما میده که آقا ترانزکشن هشش ساکسس بوده، بلاک چندم بوده و بعد از اون چند تا بلاک به وجود اومده، تایم استمپش و عرضم به حضورتون که ترانزکشن فیش، گس لیمیتش، گس پرایسش، رنانسش. خب خیلی این اطلاعات جزئی میشه و به کار میاد قطعا، ولی خیلی جزئی تر و خیلی حرفه‌ای تر میشه و برای کسایی که میخوان معامله کنن، برای کسایی که میخوان یه توکن رو ببینن که ارزش سرمایه‌گذاری داره یا نه، این اطلاعات خیلی بهشون کمک میکنه، خیلی زیاد، که از هولدراش بگیرین، سیرکولیتینگ ساپلایش بگیرین و اطلاعات هایی که بهمون داد. این ویدیو امیدوارم به کارتون اومده باشه و کامل ببینین و ازش استفاده کنین.